تصمیم حوزه حربی غربی روسیه روز 7 ایون سال 2022 زوده تاجیکستان و یکی از امیرهای دویش تاج‌الدین نظروف معروف با لقب ابو اسامه النورکی به حبس عمرباد محکوم کرد. دادگاه این جنگی معروف با لقب ابو اسامه النورکی را در عضویت در سازمان تروریستی، تهیه حمله های تروریستی و گردش غیر قانونی سلاح و مواد ترکنده گناهکار شناخت. دادگاه روسیه در عموم تاج‌الدین نظروف را تنها در روسیه در 23 جنایت مربوط به تروریسم از جمله به قصد انجام حمله های تروریستی در نزد کرمل، در نزد بنای فسب در میدان لوبیانکا و قرارگاه گریو در خروشفسکی شاسه گناهکار دانست. این زاده شهر انرژتیکای تاجیکستان نورک به این ترتیب اولین زاده تاجیکستان شد که در روسیه حکم ابد گرفت. دادگاه قرار کرد که نظروف را گناهکار شناخته همچون جزا وی را به حبس عمرباد با ادای جزا در محبس نظامش مخصوص و با ادای 8 سال اول حکمش در زندان پوشیده محکوم کند. گفته می شود در حکم 3 قاضی این پرونده تاج‌الدین نظروف همچنین موظف کرده شد که 1.5 میلیون روبل جریمه پرداخت کند. قبلا خبر آمده بود که ابو اسامه النورکی در دادگاه روسیه اتهامات به ضدش اعلان شده را قسما به گردن گرفته است. مقامات امنیتی تاجیکستان نیز ابو اسامه النورکی را یکی از خطرناکترین اعضای داعش مینامند و میگویند که او بیش از 100 زاده تاجیکستان را به دام داعش افکنده به سوریه و عراق برده است. در تاجیکستان تاج‌الدین نظروف را همچنین یکی از طراحان حمله تروریستی ماه ایول سال 2019 در دنقره که در آن 4 سیاح خارجی کشته شد میدانند، ولی معلوم نیست که آیا تاجیکستان استرداد نظروف را از روسیه طلب خواهد کرد تا او را در وطنش نیز به دادگاه بکشانند. بر اساس مواد پروندهش تاج‌الدین نظروف با مقصد نائل شدن به قطع عملیات حربی روسیه در سوریه چندین حمله های تروریستی را در قلمرو روسیه تشکیل کرده است. عیبدار کننده در دادگاه گفت او توسط مسنجر در مسکو یک گروه تروریستی را تشکیل کرده سال 2017 میبایست در نزد اداره فسب، ماموریت پرزیدنت روسیه و وزارت مدافع این کشور حمله های خونین تروریستی انجام میداد. بنا به فرضیه تفتیشات نظروف هنوز سال 2014 به داعش پیوسته به سوریه رفته است و سال 2017 با لقب ابو اسامه النورکی به مقام امیر یعنی یکی از رهبران این سازمان تروریستی در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله در روسیه و تاجیکستان ممنوع رسیده است. تفتیشات میگوید تاج‌الدین نظروف سال 2016 در نوسیبیرسک گروه تروریستی را تشکیل و تمرین داد که ماه اوگوست همان سال در این شهر روسیه ترکش انجام دادند، ولی خوشبختانه کسی در این حمله کشته نشد. همین طور نظروف تشکیل کننده ترکش در یک مرشروط که در نویه لیوبرسی ولایت مسکو دانسته می شود آن ترکش عملی نشد چون که مسافران مواد ترکنده را پیدا کردند و به مقامات خبر دادند. ماه ایول سال 2017 باشد نظروف در یک استخوانه در پتربورگ برای ترکاندن ایستگاه راه آهن به اجرا کنندگان سلاح و مواد ترکنده داده است، ولی این حمله نیز عملی نشد چون که اجرا کنندگانش را دستگیر کردند. ولی حمله اصلا پرسر و صدای تشکیل کرده او سال 2017 بود که مرگ طلبان میبایست در نزد اداره فسب، در نزدیکی کرمل و در نزد وزارت عدلیه روسیه ترکش انجام میدادند. این نقشه نظروف نیز اجرا نشد و آدمانش دستگیر شدند، اما او موفق شده بود با جلب یک مهاجر از سمرقند در سوئیسریا حمله تروریستی پرقربانی انجام دهد.